2 1. حالتون چطوره؟ خوبی؟ حاج آقا چی کارا میکنی؟ وسیم. این هفته چطور بود؟ این هفته خیلی خوب و سخت و گرانبها. به 1000 نفر دانلود رسید اپلیکیشن. تبریک میگم. قسمت دومیه که میایم توی طبیعت. نورامون آشپزیامون رو کردیم درجه 1. جاتون خالی. هم خیلی خوردیم، قشنگ شکم هم باد کرده. همین که واسه پادکست آماده است. امروز قراره که راجع به اعتیاد صحبت بکنیم دیگه، درسته؟ آره؟ راجع به اعتیاد قراره صحبت بکنیم. قبل از که برنامه رو شروع کنیم بذار یه چیزی به بچه‌ها بگیم. نسخه جدید اپلیکیشن اومده بیرون، برن دانلودش کنن از گوگل پلی. 107 اومده بیرون، برن دانلودش کنن. یه سری باگا رو گرفتیم، کارت هدیه اضافه کردیم، اسلایدر اضافه کردیم، میتونن با خبر بشن از پست جدیدمون و بریم که داشته باشیم. حله. داداش معروف شد دیگه. 500,000 تا جیت زمون بازدید خورد. آره 500,000 تا جیت زمون بازدید خورده و شما ریده شدی. دیگه الان خوبه دیده احساس شد. معروفیت نمی‌کنی؟ آره میرم بیرون، دلم میخواد امضا بدم. خب امروز قراره که راجع به اعتیاد صحبت بکنیم. تا حالا درگیر اعتیاد بودی آریا؟ زیاد. اعتیاد چی؟ زیاد به باشگاه، به آها ورزش، به خب کامپیوتر، خدا رو شکر. لپتاپ. خدا رو شکر چیزای بد نبوده. منم که تزریقی سینمام دیگه، همه میدونن. امروز 2 تا قسمت بیشتر فکر نمی‌کنم داشته باشیم. یکی این که حالا یه معرفی فیلم من میگم و در انتها هم یه دونه تجربه شخصی زندگی خودم میگم. وسطش هم میخوام امروز احسان و عارف به عنوان مهمونای برنامه‌مون دعوتشون کنیم، خودشون دوتا باشن، یعنی یکی از ما نباشه. ببینیم که ببینیم که نه بچه‌های خوبی ان، خوب در میاد. بعد اینکه بریم فعلا. خب معرفی فیلم. این هفته میخوام یک فیلمی رو معرفی بکنم، اگر که جنبه دیدنشو دارید ببینیدش. یه فیلم به شدت سخت و حال بد کن ولی واقعی و باعث میشه که تو بهش بسیار فکر بکنی. اسم فیلم هست ریکویم فور ا دریم اگر اشتباه نکنم، یا مرثیه‌ای برای یک رویا. نه با هم ندیدیم، احتمالاً جدا جدا دیدیمش. داستان یک آدمیه که به شدت اعتیاد داره و یک نامزدی هم داره که اون هم درگیر اعتیاد میشه و لحظات خیلی سختی رو تو این فیلم تجربه میکنید. اگر اهل فیلم های حال بد کن نیستین، یعنی با واقعیت های یک جامعه نمیتونید کنار بیاید، اصلا نبینید این فیلم ها. ولی پسترش رو براتون میذارم اگر دوست داشتید ببینیدش. چی میشه که آدم اعتیاد پیدا میکنه؟ سواله همین بود، درست گفتم؟ آره دقیقاً همین. آره. چی میشه که آدم اعتیاد پیدا میکنه؟ ببین همش یه چرخه است، یه چرخه به اسم دوپامین. خب ببین هورمون دوپامین اگر نبود خب ما زنده نمیمونیم. چرا؟ چون اون هورمون دوپامین است که تو موقعی که گرسنت میشه میری دنبال غذا میگردی. خب یعنی میخوام بعد به خلقتش رو بهت بگم. تو موقعی که میری اون غذا رو میخوری، مثلا اون شکار رو که میکردن اون انسان‌های اولیه، اون دوپامین تو بدنشون ترشح میشد. خب و اون مسیر رو هی ادامه میدادن تا یه غذای خوبی پیدا کنن، بارون نخورن، گرمشون باشه. خب دوپامین خیلی جا باعث پیشرفت ما شده. خب فکر میکنم ما یه چیز هولوش 68 میلیارد نورون تو بدنمون داریم. خب و خیلی از این مسیرهای عصبی غیر فعاله و تا آخر عمرمون غیر فعال میمونه. بحث سر مسیر ساختن عصبیه. خب اون عصبای ما چه مسیری رو میسازن؟ خب بخشیش که غیر فعاله، تو موقعی که اون ماده مخدر رو استفاده میکنی، خب یه بخشی از اون نورون ها فعال میشن. خب
و تو احساس لذت میکنی. خب بحث سر همینه، تو هی میخوای ماده بیشتری از اون مصرف بکنی که حس بهتری به دست بیاری، اون بخش مغزت که غیر فعال بوده رو فعال کنه. دیدی یه سریا مثلا ما زمان دبیرستان داشتیم، خب طرف گول میکشیده میگفته درسم خیلی خوب شده، خب ولی بعدش میبینی بدتر پسرفت کرده، بعد یه مدت پسرفت میکنه. خب این چرخه که ادامه پیدا میکنه، تو بالاخره نمیتونی تو آخر عمر اون حد از دوپامین رو برای بدنت تامین کنی که با روش های غیر طبیعی مثل یه ماده مخدر. خب سالم ترین دوپامین ها خب توی ورزش، روابط اجتماعی، توی زندگی سالمه. خب خیلی جالبه که بدونی هر فعالیتی یه چرخه دوپامین رو تا یه حدی بالا میبره. خب سکس تا یه حدی بالا میبره، خب سیگار کشیدن تا یه حدی بالا میبره، خب مصرف مواد مخدر یهو میبینی تا 10 برابر اون نمودار دوپامین رو بالا میبره. خب و تو نمیتونی بعدش با هیچ شکل دیگه ای تامینش کنی. بعد از یه مدت به جایی میرسی خب که چون فقط مثلا کوکائین میتونه تا 20 برابر مثلا به تو دوپامین بده، حس لذت بده، تو با هیچ ماده‌ای نمیتونی جایگزینش کنی. آره. مثلا فکر میکنم، حالا دقیقا الان یادم نیست، خب فکر میکنم مثلا سکس مثلا تا 2 یا 2.5 برابر بالا میبره. من یه آمار عددی درستی فکر میکنم داشته باشم. ورزش و فعالیت های بدنی فکر کنم تا مثلا اگر بخوایم بر اساس 1000 مثلا اعداد به کار ببریم، مثلا این شکلیه که تو رو تا 1500 تا 2500 در واقع به تو حس لذت میده. سکس تا در واقع 11000 تا 12000 تا، خب اون میزانه، حالا نمیدونم به میلی گرمه به چیه من یه دقیقاً. چیزی داشتم میدیدم آمارش یه خود متفاوت بود نسبت به این چیزی که الان تو گفتی. یعنی حتی مثلا سکس و سیگار کشیدن یه اختلاف خیلی کمی با هم دارن. نه اصلا اینجوری نیست. یه اختلاف خیلی کمی با هم دارن. تو یه جوری میگه که مثلا جفتشو آره، ولی نه نه اون بر اساس میلی گرمه، نمیدونم یه عدد این شکلی داره. خب که سکس مثلا تا 11-12 هزاره، خب سیگار فکر کنم تا مثلا 5-6 هزاره، ماده مخدر مثلا تا 18,000 22,000 25,000. خب برای همینه که شما زمانی که مثلا یک ماده مخدری رو مصرف نمی کنی، تو به اون عدد 25,000 نمیرسی و چیزی شادت نمیکنه. خب و برای همینه که اون اصطلاحاً بهش میگن خماری دیگه، خماری اون داستان رو داری میکشی. یه چیزی که خیلی جالبه، کلا دوپامین به این شکل کار میکنه، تو بالاخره توی زندگی معمولی تا یه حدی از دوپامین توی بدن ترشح میشه. خب زمانی که مثلا میگم یه چیزی رو تجربه میکنی، مثل حالا ورزش کردن، خوردن شکلات مثلا، یا چیزهای مختلف، خب این تا یه حدی نمودار دوپامینت میاد بالا. خب و توی دوره مثلا پایین اومدنش یه کمی بیشتر از اون حد اولیه پایین میاد و بعد دوباره برمیگره بالا. خب هرچی این دوپامینه با شدت بیشتری بالا میره، مثل مواد مخدر، خب پایین اومدنش هم خیلی بیشتره. یعنی تو یه مدت زمان خیلی طول میکشه که از اون قهر بیای برسی به حالت عادی بعد از اینکه اون ماده مخدر رو مصرف کردی. به خاطر همین چیزهایی که خیلی سطح دوپامین رو بالا میبرن یه دوره سقوط خیلی زیادی هم دارن. خب تو خیلی طولی میکشه که بعداً بتونه بدنت به اون حد اولیه برسه. خب مثلا یه چیزی مثل حالا مثلا ورزش کردن، خوردن خوراکی، غذا خوردن یا هر فعالیت دیگه ای تو رو
تا یه حد ملایمی میبره بالا و بعدش هم که یه خود میاد پایین با یه حد ملایمی راحت میاد بالا. ولی یه چیزی مثل ماده مخدر اینجوری نیست. خب تو رو با یه شیب خیلی زیادی شاید توی 10 دقیقه سطح دوپامینت میچسبونه به سقف و بعد از اون که تموم میشه با یه شدت خیلی زیادی هم میاد پایین نمودار. خب و تو اون خلأ تو بدنت به وجود میاد که من چرا اینقدر حالم بده. حس بد خماریه به خاطر همونه. نکنید دیگه آقا برادر، نکنید. حالا ما الان این جلسه هم اومدیم توی طبیعت، چون همین طبیعت به اون دوپامین واقعی رو به ما میده. ما بعد از خوردن چند وعده غذایی که توی طبیعت، وعده غذایی عجیب غریبی هم نیست، خاویار نخوردیم ما، ولی همین که توی طبیعت این اتفاق رقم زدیم یه دوپامین طبیعی درست حسابی اومد، انرژی مضاعفی گرفتیم. بریم سراغ بخش مهمانا. برای بچه ها هستن. عارف پدر بزرگش فوت کرده و خدا رحمتش کنه. آره چیز کردم، اون به من گفتش قبل از اینکه بریم واسه قسمت ما بگو که من این ریش و اینام که الان اینجوریه به خاطر اینه که من باید به 40ام پدر بزرگم برسم. روحش شاد و بریم سراغ بخش بعدی. سیگار میگارا رو نگاه رو اعتیاد خیلی بده، خیلی بده. یعنی زیادم شده. بیشتر از سنگا من دارم ته سیگار میبینم اینجا واقعا. دقیقاً. اوضاع وخیمه، کمتر استفاده کنیم. خب احسان امروز میخوایم راجع به اعتیاد صحبت کنیم. آره. میخوام بدونم که اصلا چه اتفاقی میفته که ما میتونیم به یکی بگیم معتاد. یعنی آقا بگیم تو معتاد شدی به این سیگار، تو معتاد شدی به این کار. چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ ما چجوری میتونیم بگیم معتاد؟ ببین میدونی وقتی که یه کسی ضررای یه کاریو میدونه اون کار چه آسیبایی بهش وارد میکنه، میدونه اون کار چه عواقبی یا براش در پی داره، ولی نمیتونه تصمیم گیری کنه بر کنار گذاشتن اون کار، در واقع میگیم که این فرد به اون کار اعتیاد پیدا کرده. یعنی فرد مغزش دستور میده در حالی که تحلیل کرده اون عملو و میدونه که این عمل مفیدی هم نیست، ولی مغزش بهش دستور میده واسه این که به یه پاداش فوری برسه بره سراغ یه کاری، یه کار کوچیکی، یه کار بزرگی و به اون کاره، به اون عمله اعتیاد پیدا کرد. اعتیاد هم فقط به دراگ نیست، اعتیاد به چیزهای مختلف. اعتیاد یه نوع عادتیه که در واقع ادامه دار شده، اعتیادی که میتونه به چه میدونم فضای مجازی باشه، اعتیادی که میتونه به موسیقی باشه. وقتی که مثال میزنم، مثلا معروف ترین نوع اعتیادی که ما داریم عارف اعتیاد به سیگاره که اغلب دنیا باش درگیره. همین الان گفتیم دقیقاً. سیگار چیه جریانش؟ مثلا شما وقتی که سیگار مصرف میکنی، یه پک سیگار میکشی، نیکوتین در جا آزاد میشه. این نیکوتین خونت که در واقع میره بالا یه دومینووار چرخه از هورمونا رو آزاد میکنه. این هورمونا چی هم؟ مثلا یه هورمونی مثل دوپامین هورمون لذت توه، تو به لذت میرسی. یه هورمون دیگه ای استرس و درد تو رو کاهش میده. یه هورمون دیگه ای باعث آرامش تو میشه. همون نیکوتینه که اون سیگار آزاد کرده تو بدن تو باعث میشه که یه سری هورمونای دیگه ای هم بره بالا. بعد شما چه اتفاقی میافته؟ مغزت میاد میبینه که آقا با یه کاری که کمترین انرژی رو من مصرف کردم براش، یه انقباض لب و دهن بوده واسه اینکه بخوام یه پک سیگار بکشم دیگه، یه کام بگیرم دیگه، به یه لذتی رسیدم. همین باعث میشه که حالا مغز میاد این لذت رو به شرایط گره میزنه. شرایط یعنی چی؟ یعنی محیط، پیش رفیقتی، بعد غذای بیرونی، یه بارونی داره میزنه. دفعه بعدی که بارون بزنه، دفعه بعدی که بری پیش رفیقه، مغزت میگه آقا دفعه قبلی دقیقاً تو همین شرایط من به یه لذتی رسیدم، به یه دوپامینی رسیدم، الانم وقتشه که یه سیگار بکشی. میگن دوستا اونایی که بالاخره اطرافت بودن استفاده میکنن، مثلا میگن داداش مثلا بعد غذا دیگه اصلا میطلبه یا چه موقعی که رفتی منظره رو داری نگاه میکنی از بالای کوه بزنید. پس وقتی توی شرایطی ما استفاده میکنیم حس میکنیم که دوباره اون شرایط اتفاق میفته، باید مصرفش بکنیم. بعد نکته بعدی این که ما به یه چیزی اعتیاد پیدا میکنیم
اینه که این پاداشه، این آزاد شدن لحظه‌ای هورمونه به صورت پشت سر هم اتفاق نمیافته، به صورت تناوبی اتفاق میافته. حالا این حرف یعنی چی؟ مثلا مثال سادهش رو بخوام بگم، این اسکرول کردن ریلزای اینستاگرامیه، کلا گشتن تو اینستاگرامه. شما اگه هی ریلز ببینی، هی از همه ریلزها خوشت بیاد، هی ببینی لذت بخش باشه برات، خب وقتی میگم لذت بخش باشه برات، شما این در نظر بگیر که داره دوپامین آزاد میشه، دوباره بعدی بر لذت بخشه. از یه جای به بعد دیگه خسته میشی، دیگه مغزت دیگه خسته میشه، دیگه اصلا اون میزان هورمونه رو دوست نداره. انگار اونجوری که باید گول نمیخوره. اونجوری که باید گول نمیخوره. حالا چی جوری گول میخوره، چی جوری شرطی میشه، چی جوری وابستگی پیدا میکنه به اون شرایط؟ وقتی که تو یه ریلز میبینی، یه دوپامین لحظه‌ای آزاد میشه، 5 تا 6 تا ریلز بیمزه میبینی. دوپامینه علاوه بر لذت یه نکته دیگه ای که داره، انگار سوخت انگیزه است. داره میگه که برو دنبال یه چیزی مثل اون قبلیه، برو دوباره میخوام به اون لذت برسم. نه این نیست، تو دوباره اسکرول میکنی، دوباره هی انگشت تو هی تکون میدی تا بعد 5 6 تا دوباره یه چی خوشت میاد، دوباره میرسی به اون هورمون لذت. همینه که یهو مثلا 3-4 ساعت، دقیقاً همینه که یهو می‌بینی تو 3-4 ساعت داری اسکرول می‌کنی، در حالی که اگر همه مطالب برای تو جذاب بود، سر نیم ساعت خسته می‌شدی، گوشی می‌ذاشتی کنار. اصلا دیگه بعد این تناوبیه ما به اون پاداشه برسیم، باعث در واقع چیز میشه، باعث یه وابستگی فراتر میشه. یه فرق بین این وابستگی اعتیادی هست که حالا در ادامه بهش بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنیم، ولی اعتیاد تو پیدا می‌کنی نسبت به ببین حالا که راجع به سیگار صحبت کردیم، من خیلی اینو از دوستام که مصرف میکنن شنیدم، میگن داداش ما همین الان بخوایم میذاریم کنار. نمیشه. همین الان بخوایم دیگه نمیتونیم، دیگه قطعش میکنم از همین ثانیه. اصلا لحظه نیستش. میخوام فرق بین، الان صحبتش هم شد، میخوام فرق بین اون عادت، وابستگی و اعتیاد رو بهم بگی. دقیقاً. چون وقتی معتاد میشی به یه چیزی دیگه، به قول تو ترک کردنش کار هر کسی نیست، راحتی نیست. کار راحتی. ولی خب تو مثلا شاید بتونی عادت رو کنار بذاری، یا عادت کوچیکو، ولی میخوام بهم بگی پله پله چه اتفاقی میفته که میرسیم به اون مرحله. اولین پلهش عادته. عادت یه مسیر عصبی عادت ساز نسبت به یک موضوعی در سیستم عصبی تو ایجاد میشه، خب که تو نسبت به یه چیزی عادت پیدا میکنی. عادت هم میتونه خوب باشه هم بد باشه. تو وقتی به یه چیزی عادت پیدا میکنی، دیگه بدون فکر میری سراغ اون چیزه. مثلا یه کسی عادت پیدا میکنه آقا صبح از خواب که بیدار میشه قهوه بخوره، خب یه عادت خوبیه، این در مرحله عادته. خب کی وابستگی ایجاد میشه؟ وقتی که علاوه بر این که سیستم عصبی ما درگیر میشه، بدن ما از نظر فیزیولوژیکی هم درگیر اون ماجرا میشه. همین مثال کسی که قهوه رو میخوره، این آدمه وقتی که عادتش دیگه بیش از حد بشه، اگر یه صبح زود قهوه نخوره سردرد میگیره، حالش بد میشه، به هم میریزه. یا مثلا اون کسی که دفعه‌های اولش تازه داره سیگار مصرف کنه، اول داره عادت میشه، بعد سیگار رو نمیکشه، به هم میریزه. این الان داره وابسته میشه بهش، هنوز معتاد اون ماجرا نشده. خب یعنی شما تو عادت فقط سیستم عصبیته، توی وابستگی هم سیستم عصبیته هم سیستم فیزیولوژیکی بدنته. حالا کی تو اعتیاد پیدا میکنی؟ زمانی که این مسیر پاداش فوریه، این مسیر دوپامینه نسبت به اون ماجرا تو ذهن تو ایجاد میشه. یعنی وقتی که این مسیر پاداشه ایجاد میشه، حالا بعدی ماجرا چیه؟ بعدی ماجرا اونجاشه که در کنار این مسیر پاداشه، قسمت تصمیم گیری مغز تو هم فعالیتش مختل میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا سیگار کشیدن تو رو به یه پاداشی میرسونه، اون مسیر پاداشه، اون مسیر رسیدن به اون دوپامین لحظه‌ای فعال شده، قسمت تصمیم گیری مغز تو هم عملکردش مختل شده. تو میگی آقا این سیگار برای من ضرر داره، آقا ای رفیقام آشناام میگن نکش سیگار، نکش سیگار برات ضرر داره، ولی تصمیم گیریت مختل شده، تو اون میزان اراده رو نداری. خب به خاطر همین نمیتونی تصمیم بگیری که بذاریش کنار. ببین مثلا ماوریتسیو ساری سرمربی فوتبال ایتالیایی تو چلسی و یوونتوس سرمربی بود. ساری خب اعتیاد داره به سیگار، بعد این کنار زمین خب نمیتونه سیگار بکشه دیگه، این یه چیزی داده طراحی کردن براش، یه چیز نرمه، نمیدونم با ابر، با کاغذ، با چیه، شبیه سیگار. این کلا گوشه لبشه این ماجرا، یعنی کلا داره همش داره سیگار، از اون حالت هم از اون حالته داره دوپامین ایجاد میشه. چرا؟
گفتم اولش نیکوتین است که باعث میشه دوپامینه بره بالا، ولی وقتی که این ادامه دار بشه دیگه این از اون حالت هم دوپامین براش آزاد همین میشه. که فقط یه چیزی گوشه همین که لبت فقط یه باشه، چیزی گوشه، اصلا یه تو لذت خودکار می‌بری. گوشه لبت باشه، باز اون میزان دوپامینه نیستا، ولی بازم تو رو به یه ذره لذت میرسونه. رفتی تو فوتبال، میخواستم خدا بیامرز مارادونا رو بگم. خدا بیامرز میدونی که سلطانه. میدونی که دیوار دفاعی میشید جلو نیمکت میزد، ولی خب اسطوره بود. ولی کارش. اسطوره بود دیگه مارادونا. گفتی فوتبال، یاد اون جریان افتادم. آره ولی ببین حالا رفتیم تو ورزش، میخوام یه چیزی راجع به ورزش بهت بگم. اعتیاد بعضی اصلا معتاد ورزش کردن میشن. گفتم نمیخوایم فقط راجع به دراگ صحبت اصلا بکنیم. اعتیاد فقط به دراگ نیست، گفتم اعتیاد به اینستاگرام، اعتیاد به ورزش کردن، میخوام اعتیاد... ورزش رو بهت بگم. ببین دقیقاً. بعضیا معتاد ورزش کردن میشن، خب بعد این اعتیادی که به ورزش دارن، همش دوست دارن یه پیشرفتی حاصل شه تو ورزششون، دوست دارن زودتر به این نتیجه‌ای برسن، دوست دارن اون پاداشه رو زودتر بگیرن. همین باعث میشه، همین اعتیاد به ورزش باعث میشه برن به یه چیزای دیگه حتی معتاد بشن. این مثل واسه اینکه به اون موفقیت برسن. ببین مثلا مثال میزنم واسط، تو یه فوتبالیست رو فرض کن آسیب دیده، زانوش برای مثال آسیب دیده، خب این باید بره استراحت کنه، دوره نقاهتش بگذره، یواش یواش ریکاوری شه، استراحت کافی بده به اون آسیبش که بتونه ترمیم شه دوباره برگرده. ولی بعضیا میان این کارو نمیکنن. آقا مثلا مسکن میخورن، هی داروی آرام بخش میخورن که درد رو ساکت کنن. آره. حالا این درد چه اتفاقی میفته واسش؟ هی تون تو دارو وارد بدن میکنی، هی دوز دارو، بعد یواش یواش اصلا بدن، مغز به اون دوز دارو جواب نمیده، تو هی باید دوزتو بیشتر کنی. دقیقاً همینه دیگه. هی دوز دارو تو میبری بالاتر، دوز دارو تو میبری تا موقعی که قطع میشه، اون موقع مسکنه میرسونه. اون موقع است که میبینی اصلا بدون اون دیگه نمیتونی بازی کنی. من دیدم فوتبال لازم کردم، گفتم تو پادکست قبل از بچگی، بعضی اصلا یه ورق قرص مسکن همراهشون بود تو کیفشون. یعنی باید اصلا قبل بازی میخوردن، نمیتونستن بدون اون بازی نمیکردن. همین چه اتفاقی میفته؟ گفتم قطعش میکنی دیگه اصلا حس میکنید نمیتونی اون داستان ادامه بدی. حالا این ورش محرکا، مثلا تو یه کراسفیتر خود تمرین کردی میبینی چه جوریه. آره. انرژی خیلی بالایی میخواد یه ورزشی مثل کراسفیت، باید بری تو قلبی عروقی درگیره، باید تو متابولیسمت بالا باشه. بعضی میان از یه سری محرکا استفاده میکنن، بعد میاد مثلا تو باشگاه دوستش هم تجویز میکنه، میگه اینو بزن، میریم تمرین رو جر میدیم. دقیقاً. میریم وزن‌ها رو رنده میکنیم، همه رو وادا رو میزنیم، میریم رنده میکنیم، برمیگردیم. حالا تو اینو استفاده میکنی، بعدش که میخواد قطع چه اتفاقی واسط میفته؟ دیگه نمیتونی. اصلا حس میکنی شدی. اصلا دیگه اون آدم قبلی آخه دیگه نیستی. اصلا آفرین. دیگه اون ورزشکار قبلی قبل مصرف هم نیستی. حس میکنی یه چیزی کمه، حس میکنی آقا من الان چرا انقدر شدم. بعد همین مشکل خواب واسط ایجاد میکنه. ما راجع به خواب خیلی صحبت کردیم، استرس، اضطراب، اینا همه پشتبند هم میاد. تغذیت به هم میریزه، اصلا همه چی به هم میریزه. چرا؟ چون مغزت انگار شرطی شده، یعنی میگه آقا من واسه این فعالیته نیاز دارم به اون ماده تا منو به اون سطح هورمونه برسونه. من دیگه اون آدم سابق نیستم. اصلا خیلی از ورزشکارای حرفه‌ای، کراسفیترها، بدنسازایی که وارد دوره‌های دارویی شدن و اینا، یه دوره گرفتن، ورزشکار حرفه‌ای نبودن، یعنی در اثر کمبود علم اون دارو برای اون تجویز شده. اون که اصلا یه بحث مفصلیه. آره نمیخوام اصلا واردش بشیم. داستان استروئیدها و هورمون رشد و HGH و اینا واقعا یه پادکست باید واسش بذاریم کنار. ماجرا حقیقی‌هایی هستش که مو به تن آدم سیخ میکنه که چه اتفاقایی میفته که اینا استفاده میشن، اصلا چجوری باید استفاده شن، برای کیا اینا مفیده، برای کیا بعدش که باشون حرف بزنی میگن که خدا بگم چیکار کنه اونیو که بار اول آمپول داد دست من، خدا بگم چیکار کنه اونیو که بار اول منو به این ماده شرطی کرد. من خیلی ورزشکار خوبی بودم، از وقتی که پیشرفت میکنه بدنش. بگم چیه حالا که شروع کردم یه خط باز کنم. ببین به یه قله‌ای تو میرسی، خب مثلا تو اینجایی، تو شما فکر کن آقا اینجایی، مثلا اون دارو تو رو میرسونه به اینجا، بعد تو ول میکنی، ولی وقتی ول میکنی دیگه نمیرسی اینجا، میرسی اینجا، دیگه میرسی دیگه، اصلا دیگه هم نمیتونی برسی. این جریان چیه؟ ببین بذار اینجوری بگم. آقا فرض کن تو رفتی تو اینستاگرام،
رفتی تو سوشال مدیا باز کردی صفحه، تو چند وقتی هم از داری تمرین میکنی، باشگاه میری، به خود امیدواری، میری تو سوشال مدیا میزنی بالا، یهو میبینی منصور 250 کیلو داره میکشه بالا. عزیزم منصور ارادت دارم. یهو میبینی 250 تا داره میکشه بالا، لبخند میزنه به دوربین. بعد تو میگی چرا این اینطوری شده؟ چرا من ببین پشتش تمرینایی که کرده رو تو ندیدی، ژنتیکی اون داره تو ندیدی، تو بحث قدرت و اینا تو خود میدونی کلا ژنتیکه، تو اصلا تو حالت صفر اون از تو بالاتره چون ژنتیکشه. تمریناشو ندیدی، ژنتیکشو ندیدی اصلا. آقا شاید یکی که تو داری میبینی تو اینستاگرام بدنش آنچنانیه، خب داری با خودت مقایسه میکنی که دوز دارو تا حالا نگرفتی، تا ورزش مثلا 1-2 سال شروع کردی، اون رفته تو سطح حرفه‌ای، بدن اونو میبینی، اونی که غیر نشاله رو داری با خود مقایسه میکنی، نه تمرینشو پس میدونی، نه ژنتیکشو میدونی، نه میدونی دارو گرفته یا نگرفته، اینو مقایسه میکنی، همین سرخوردگی ایجاد میکنه واسط. میگه آقا پس من دارم خاکی بازی میکنم دیگه، عملا هیچ کاری انجام نمیدم، میرم باشگاه چیکار. بعد حالا میری تو باشگاه، این اتفاق علنا واسه خودم افتاده که دارم میگم، رفتم تو باشگاه، من بالا سینم ژنتیک کلا یه خورده ضعیفه، رو سینم خیلی کار کردم تا بتونم به اون چیزی که میخوام برسونمش. یه بار قشنگ یادمه بالا سینه‌مو زدم، ستم تمام شد، میله رو گذاشتم عصبی که آقا این بالا سینه من چرا در نمیاد، هر کاری میکنم نمیاد بیرون. یهو این نفر بعد شد تست داروخونه‌ای بزن تو سرشونت. تست داروخونه‌ای بزن. اصلا شما کی میدونید تست داروخونه‌ای چیه؟ میدونید چه جوری باید مصرف شه؟ فقط میدونید تست داروخونه‌ای بزن تو سرشونت. خب حالا من یه چیزایی بالاخره میدونستم، یه نفر آقا در جریان، خب میگه بریم امتحان کنیم ببینیم چیه. شما امتحان میکنی اینو. برای مثال استروئیدها رو میخوام بگم، استروئیدهای آنابولیک. ببین مثل تستوسترونه دیگه، هورمونی که تو بدن هستش، ترشح داره خود انسان تستوسترون. شما میای تستوسترون وارد بدن میکنی، بدن هوشمنده، بدن تنظیماتش جوریه که هوشمند اتفاق میفته. بدن میاد میبینه تستوسترون هست، خب میگه من دیگه ترشحمو یا کم میکنم یا اصلا به یه جایی میرسه انقدر کم میشه میگن قطع شده، خیلی خیلی میاد پایین. بعدم میگه خب تستوسترون که هست، خب من فعلا بیکار بمونم. همینجور بیکار میمونه، شما هم هی دوز دارو بدون تجویز پزشک متخصص، چون استفاده بدون هیچ میشه، آزمایشی، بدون تجویز پزشک متخصص، بدون آزمایش، بدون اینکه حتی آقا گفتم تو پادکست اول که آقا بعضیا بدنساز حرفه‌ای مسابقه‌ای ان، دارن آماده میشن برای مسابقات، اونا زیر نظر مربی متخصصن، زیر نظر پزشکن، هدف مشخصه. شما اصلا فقط رفتی باشگاه فقط برای اینکه بدن سلامتی داشته باشی، روح و روان سالمی داشته باشی، چرا باید بیا این اتفاق وارد بدنت کنی؟ حالا بدن میاد میبینه هستش، ترشحشو کم میکنه، شما بعد اینکه دوز دارو رو قطع میکنی، بدن دیگه تا بیاد برسونه به اون حالت، دیگه به اون حالت عادیت بر نمیگرده بدن. اولش چیه؟ اولش زدی بدن شق و رق وایسادی، میبینی چه پیشرفتی کردن، ریکاوری بالا، همه چی خوبه، بدنت خوب شده، انرژیت بالا، قدرت زیاد، عضله سازی، همه این جریانه. بعد یهو قطع میشه، همه اینا میریزه، خودت تو آینه نمیتونی نگاه کنی. اصلا یه بدنساز، من مسابقه بدنساز میدیدم، میگفت آزمایش میدادم، علنا دکتر بهم میگفت داری میمیری، ولی به خاطر اینکه بتونم اون بدنمو نگه دارم همچنان استفاده میکردم. بدنت میریزه، ترشح هورمونه دیگه به اون حد نیست، تو مشکلات جنسی به وجود میاد، اصلا بعدش یواش یواش میره تو ناباروری. مثل نقل و نبات. یعنی تست داروخونه گفتی، یه خاطره خودم افتادم. من تقریبا دچار یه ترکی شده بود، یه مسئولیتی برام ایجاد شد. بعد یه کسی که تازه دکترای این ماجرا بود و استاد این ماجرا بود و تو هم داری متوجه میشی که کیا دارم میگم، به نظرم خیلی ریز نشیم توش، به من گفتش که تست داروخونه‌ای بگیر بزن، سری بازسازی میشه. اصلا تست داروخونه‌ای انگار مثلا نقل و نبات شربت آب لیمو مگه تست داروخونه بزنم؟ خب این تست رو من میزنم، شاید هم مثلا واسه تقاوم من خوب بشه، ولی چه ضررایی به بدن من الان صحبت کردیم گفتیم یه مسکنت باید حواست باشه چه جوری داری میخوری. آخه همینجوری بعد تست داروخونه‌ای بزنیم. احتیاط تو
وابسته میشی، وابستگیت فراتر بشه، تو اعتیاد پیدا میکنی به اون ماجرا دیگه، کلا هم مصرف کنی. بعد تو نمیتونی همیشه هم باشی، میمیری، مجبوری یه جا بذاری کنار. وقتی یه جا بذاری کنار دیگه بدنتون بدن سابق نیست، تو کل دستگاه هورمونی تو مختل کردی دیگه. این بخواد به ترشح قبلش برسه. اصلا بحث جسمیشو گفتم که بحث روانی شد. میدونی چه داستانیه؟ فرض کن تو مشکلات جنسی واسط به وجود میاد، این خودش دنیایی. فرض کن اون بدنی که داشتی قبلا الان دیگه نداری، حجمه بهت وارد میشه. اصلا خیلی مشکل داستان روانیش به نظر من برابری میکنه واسه داستان جسمانی، چون اونو باز میتونی زیر نظر متخصص نگاه کنی ببینی بالا پایین نشه. یه موقع چه میدونم کبدت چیزاش آنزیمای کبدیت بالا پایین نشه، صفرات، اصلا کلا سیستم بدن مختل میشه. بعد حالا خود ورزش کردی از نونهالان نوجوانان تا بالا دیگه، ببین یه سری ورزش‌ها هستش مثلا مثل والیبال. یکی عاشق والیباله، میره بچه قد و قامت و هیکل و جثه آنچنانی نداره برای والیبال. ببین مربیان متاسفانه بعضیاشون دارن این کار انجام میدن. HGH هورمون رشد اصلا، چون رشد عضلانی، سلولای عضلانی و استخوانی رشد میده HGH. خود HGH نه، HGH میره تاثیر میذاره IGF-1 آفرین میره بالا و چیز میکنه. مربی میاد به بچه اینا رو میده که مثلا بچه پیشرفتش سریعتر باشه. بعد واسه مسابقه آماده کنم. وای مسابقات تو سن پایه، یعنی طرف میاد مثلا دیرتر شروع کرده، مثلا 5 ماه دیگه مسابقه است، حالا تو خودت کشتیگیر بودی، کشتی هم کار کردی، میدونی چه ماجراییه. تو یه وزنی مثلا یه کشتیگیر نداره، بعد میدونه که آقا مثلا این طرف پتانسیلش داره، واسه اینکه اونو به سطح مسابقه برسونه، یا توی ورزشی مثل ژیمناستیک هم من این تجربه شده، میان یه داروهایی تجویز میکنن، اصلا یه چیزایی تجویز میکنن که اون بچه رو مثلا آماده کنن، طرف بدنش هم رو میاد آماده مسابقهش کنن، میفرستنش مسابقه، مثلا زورش هم زیادتر شده، شاید مقام هم بیاره، ولی تو با زندگی اون بچه داری بازی میکنی. اون بچه هیچ وقت نمیتونه تو سطح قهرمانی تو بزرگسالی فعالیت بکنه. دوباره میگم اینو، همه اینایی که داریم میگیم آقا مثلا فرض کن مثل چاقو، تو هم میتونی دستتو بزنی باش ببری، هم میتونی کارتو راه بندازی، میوه‌تو پوست بکنی باش. خب همه اینایی که اومده اگه درست بشه ازش استفاده کرد، واقعا یه جایی زندگی رو برمیگردونه به یکی، همه این داروهایی که گفتیم. ولی نه اگه بخواد سرخود استفاده بشه، به قول یارو گفتنی، اگه تو بخوای به یه خوشی کوتاه مدت برسی، عواقب بلند مدت بخوای پس بدی، اینا نمیارزه واقعا بخوای استفاده کنی از همچین چیزایی. گفتم این بحث شالا الانم زیاد صحبت کردیم راجعش، من نخواستم بیایم داروها رو دسته‌بندی کنیم دیگه، اون خودشون اصلا میشه موضوع، اون خودش دنیای دیگه میشه. ما فقط خواستیم یه صحبت کلی داشته باشیم. گفتی کشتی، من الان اصلا خاطرهاش به خدا داره میاد بالا. میرفتی وزن کشیدی؟ حالا خوب نیست اینا رو واقعا بگیم، الان خیلی بهتر شده، نظارت‌ها بیشتر شده. اصلا تو بحث وزن کشید مسابقه رو دیدی دیگه، خودت دبیر گفتش که عزیز دبیر گفتش من ببینم اصلا پایه نباید وزن کم کنه، ببینم برخورد میکنم. تو میرفتی وزن تو میکشیدی، میرفتی سرویس بهداشتی میدیدی سرنگ ریخته بود. حالا برای بحث وزن کم کردنش داروهایی که شبای قبل وزن کشی، قرصایی که میخورن آب بدن رو میکشه، اونا رو کاری ندارم روز مسابقه میومدی میدیدی یارو چی زده، اصلا معلوم نبود چی زده بود، خودش به خدا نمیدونست چی زده بود، فقط داده بودن دستش گفته بودن بزن برو تشک، فقط داده بودن دستش گفته بودن بزن ببینید چیه. این اتفاقا آدمو چیز میکنه کلی دیگه. عارف بخوایم حالا بحث صحبت چیز شد، این خواب و اینا رو کردیم. آره الان یه چی یادم اومد مسعود شجاعی دیدی چند وقت پیش مسابقه‌شو راجع به کیروش گفته و قبل مسابقه به ما چیز آرام بخش میدن راحت‌تر بخوابیم، فرصت میدن راحت‌تر بخوابیم، همچین چیزایی یادمه. کیروش تورنمنت ها شبای قبل بازی میومد قرص خواب میداد عملا. حالا نمیدونم اون کیروش اصلا چجوری اینجوری تجربه کرد دیگه، نمیدونم اون واقعا با پزشک مشورت کرده بود یا چجوری بوده، ولی کلا میخوام اونو بهت بگم، اون محرکا رو که گفتیم استفاده میکنی، گفتیم مشکلات چی به وجود میاره دیگه، بیخوابی و اختلال خواب
بچه‌ها هم که دارن بچه‌ها میرن. آره. بعد حالا اون اتفاق تو دیگه خوابت نمیبره، مشکل خواب واسط به وجود میاد، میای چیکار میکنی؟ شب مسابقته، استرس داری، نمیتونی بخوابی، یا اصلا به قول یارو گفتنی میگی میخوام بهتر بخوابم، بهتر ریکاوری کنم، میخوام، چون صحبت کردیم تو پادکست خواب که خواب چقدر مسئله مهمیه واقعا. آره. پیوندش با ورزش، بحث ریکاوریش. به خود خواب بخوابم دیگه، قرص خواب بخورم، راحت‌تر بخوابم، ریکاوری کنم، بدن فلان شه. میخوام بخوابم، ریکاوری کنم، ورزش کردم، بالاخره برگرده بدن. آره. شروع میکنی قرص خواب خوردن. از اون وره از اون ور بوم میافتی. آره میگه یا از این وره پشت بوم قش کردم یا اون وره. یا از اون وره. میخوای این مطلب رو درست کنی، میری از اون ور میافتی، قرص خواب میخوری، دوباره مشکل خواب واسط به وجود میاد، اضطراب واسط به وجود میاد، تنش عصبی، همه اینا هست. بعد کسایی که استفاده کردن، نمیدونم باشون سر کار داشتی یا قرص خواب، قرصایی که آدم میخوره راحت تر بخوابه، کسایی که استفاده کردن واقعا دیگه میگم بدون اون دیگه نمیتونیم بخوابیم، شرطی شده مغزشون، اصلا بدون اون دیگه نمیتونیم بخوابیم، حس میکنیم باید اونو بندازیم حالا بخوابیم. درست، دقیقا همینه. ببین ولی به طور کلی بخوام بگم، حالا ما این هم راجع به ورزش صحبت کردیم. ببینید بچه‌ها، ورزش یه چیز خیلی خوبیه. اصلا ورزش یه فعالیت مثبتیه، یه عادت مثبتیه که ما ایجاد بکنیم برای اینکه به اون دوپامینه به صورت طبیعی برسیم. دقیقا. چرا ما برای اینکه به اون دوپامینه برسیم بریم سیگار بکشیم، بریم مواد مخدر مصرف کنیم، بریم توی اینستاگرام ساعتا بگردیم؟ میتونیم با فعالیت مناسب، با ورزش، با تغذیه مناسب بیایم این دوپامینه رو جایگزین کنیم. ولی ما نمیایم توی ورزش که صحبتایی که عارف کرد، ما اومدیم توی ورزش خودمون رو درگیر اعتیاد به چیزهای بدتر بکنیم. یه سری کسا هستن تو ببینی تو باشگاه باشون صحبت کنی، من خیلی برخورد داشتم، بهت میگن داداش من چند سال مصرف کننده بودم، تموم کردم اومدم باشگاه، این باشگاهه دیگه نمیذاره برگردی. دیگه نمیذاره. چرا؟ چون اون داره به همون لذت داره میرسه، ولی با ورزش زدن، با ورزش کردن. حالا فرض کن شما اومدی واسه خودت یه راه خوب انتخاب کردی، یه راه عالی که آقا اون جریانو گذاشتی کنار، جایگزین کردی، بعد بیای تو همینم گرفتار بشی، بیفایده است. یه جورایی بیفایده است. تو اومدین اینو آوردی تو زندگی ترمیمت کنه، درست، بدترت کنه، فایده نداره. ببین کلا باید سبک زندگی بسازی واسه خودت، باید عادت‌های مثبت ایجاد بکنی. ببین گفتم بهت باید چی می‌خواستم بگم؟ ببین گفتی که ما خب باید به اون دوپامینه، به اون انرژی مثبته، با فعالیت‌های مثبتمون، با سبک زندگیمون، با ورزش کردن بهش برسیم. ببین من یه جمله‌ای میخوندم، خیلی جمله قشنگی بود. میگفتش که عارف هم صحبت کرد، گفتش که مثلا رفیقان میگن که ما همین الان میتونیم سیگار رو بذاریم کنار. اعتیاد فقط مرحله کنار گذاشتن نیست. ما برای رهایی از اعتیاد بعد از کنار گذاشتن باید جایگزین کردن رو انجام بدیم. یعنی اعتیاد کنار گذاشتن به علاوه جایگزین کردن. یه لحظه من چی گفتم تو باشگاه یادم رفت، گفتی که تو باشگاه کسایی که معتاد بودن و اینا اومدن الان میگن آقا ما مصرف کننده بودیم ولی دیگه الان عمرن نمیریم سبک زندگی می‌خواستم سبک زندگی مثبت ایجاد کردن. سبک زندگی ساخته واسه خودش، بهتر غذا میخوره، تغذیهش بهتر شده، بهتر میخوابه، راهکارهایی که میتونه با استرسش مقابله کنه رو داره. حتی همون ورزشکاری که اومده تو باشگاه فقط واسه سلامتیش، حتی اون ورزشکاری که حرفه‌ای داره تمرین میکنه. شما آقا عادیه استرس شب مسابقه، این یه چیز غیر طبیعی نیستش. باید راهکار بلد باشید. پادکست استرس هم صحبت کردی دیگه. آره. باید راهکار بلد باشی که استرس رو بتونی کنترل کنی، نه اینکه بیای با یه چیز خارجی بخوای اینو هندلش کنی، بخوای سرکوبش کنی. خیلی بد. در کل باید یاد بگیری یه چیزایی رو، به خودت کمک کنی. طولانی مدت هست، خودشناختی نسبت به خودت پیدا کنی. طولانی مدت هست این جریان، ولی سالمه. شما میتونید راههای میانبر رو انتخاب کنی، ولی وابسته میشی، اعتیاد پیدا میکنی به چیزهای مضر. شما باید برای اینکه بتونین اعتیادتون نسبت به یه چیزی کنار بذاری،
نسبت به خودت شناخت پیدا کنی. یعنی یه سری تکنیک‌های روانشناسی هست که اونم واقعا بحثش خیلی مفصله، بخوایم راجع به اون تکنیک‌ها صحبت کنیم، ولی من تنها توصیه که میتونم بکنم اینه که حتما راجع به اون موضوع با یه روانشناس صحبت کن، چون شما به یه تکنیک‌هایی میرسی که میتونی اون قسمت تصمیم گیری ذهنی خودت رو فعال کنی. وقتی که اون قسمت تصمیم گیری ذهنی خودت رو تقویت میکنی، اون خود کنترلی رو تقویت میکنی، راحت‌تر میتونی کنار بذاری. حالا تو اینو کنار میذاری، بعد میای جایگزین میکنی با چی؟ جایگزین میکنی با ورزش کردن، جایگزین میکنی با چی؟ جایگزین میکنی با تغذیه خوب و مناسب، با تغذیه‌ای که یه کالری خوبی داره، یه کالری یه نواختی داره. شما وقتی که این سبک زندگی رو برای خودت میسازی، نسبت به خودت شناخت پیدا میکنی، ببینی که کنار گذاشتن اون ماده راحت ترین راه برات، یعنی به سادگی میتونی کنار بذاری. ولی همین که فقط اون ماده رو کنار بذاری، آره اصلا واقعا باید هیچ جوره شما نمیتونی بذاری کنار. چرا؟ چون پاداشه تو ذهنت فعال، میگه آقا من دوپامین لحظه‌ای میخوام، برو یه نخ بکش. باید جایگزینش کنی. بعد این دوپامین میدونی که تو ورزش اصلا مخصوصا تو دونده ها خیلی من شنیدم ازش، دوپامینی که ترشح میشه تو دوهایی که از 1 کیلومتری میره بالاتر، اصلا انگار داری تو بهشت میدوی، انقدر حالت خوب میشه، بالا بود انقدر حالت خوب میشه. آقا خلاصه این بود دیگه، داستان اعتیاد داستان مفصلیه. خب اعتیاد علاوه خصوص به استروئیدها و داروها، خصوص به استروئیدها و داروها ما یه گریزی سعی کردیم بزنیم بهش تو این پادکست. ایشالله تو قسمت‌های بعدی سعی می‌کنم حالا با احسان کلاً بیایم لیست این داروها رو در بیاریم، چه اتفاقایی تو بدن میفته. داستانایی داره، چه داستانایی که اون داروها داره، واقعا ماجرا. ولی نکنید، نریزید. حداقل میکشید نریزید، زشته. آقا قربونت بریم، دممون شب شد بریم. آره دیگه غروب ظهرم ضبط کردیم و بریم. آقا خدافظ. حرکت. حرفای خوبی زدن بچه‌ها، خیلی واقعا آره مطالعه داشتن. خوب مطالعه میکنه بچه‌ها. عارف خب ورزشکار بود، یعنی هستش همچنان دیگه. من ورزشکار بودم خب، و بعد از یه مدتی که ول کردم و حالا چسبیدم به سینما و اینجور داستانا، من خیلی اعتیاد پیدا کرده بودم به ورزشی که میکردم، کیک بوکس بود. خیلی اعتیاد پیدا کرده بودم به زد و خورد، یعنی مبارزه. بعدها این شکلی بودم که دلم تنگ شده بود واسه اینکه مثلا مش بخوره تو صورتم، یا مثلا ماجرای این چنین. اون دوپامینه واسه من توی کیک بوکس این شکلی بود، اون زد و خورده بود. امیدوارم که ایشالله از این ماهی که داره میادش شروع بکنیم دیگه، شنبه شروع بکنیم. چی میخواستم بگم آریا؟ راجع به بحث اعتیاد شاید یه جمله‌ای باشه میگن آقا شما که مصرف نکردید نمیدونم شاید نتونید مثلا بگین، مثلا ما رو درک نکنید، خیلی چیز. ما اولا که قصه رو یه جور علمی داریم پیش میبریم و حالا بحث عمومیت جامعه است، برای عموم اینجوری باید توضیحش بدیم. اما بحث این که شما فکر کنید که ما تجربهش نکردیم، نه، این اتفاق نیستش که صرفا شاید خودمون مصرف نکرده باشیم، ولی بودن آدم‌هایی در کنارمون، دوست‌هامون و حالا آشنایانمون، فامیلمون، که این اتفاقه رو داشتن با خودشون و ما دیدیم که چقدر در حال نابود شدنن. قصه من قبلترها، یعنی در سنین نوجوانی، اعتیاد رو این شکلی یاد گرفته بودم که ما به طور طبیعی بدنمون یک مورفینی رو در واقع تولید میکنه. حالا امروز روز مثلا ما راجع به دوپامین حرف میزنیم، ولی اون موقع من مثلا با مورفین یاد گرفته بودم. ما زمانی که دستمون زخم میشه، زمانی که مثلا مشکل پیدا میکنیم، دل درد میگیریم، سردرد میگیریم یا چیزهای این چنینی، بدن ما به صورت ناخودآگاه، یعنی به صورت در واقع خودآگاه یه جورایی
برمی‌داره مورفین ترشح میکنه. برای چی؟ برای اینکه اون درصد دردی که شما دارید رو خب چیکار بکنه؟ کاسته کنه، بعدا 1% ازش کم بکنه. حالا شما برمی‌داری یک مورفینی از بیرون وارد بدنت میکنی، چه اتفاقی میفته؟ بدن میگه که خب من به صورت طبیعی داشتم اینو ترشح میکردم، این چیه؟ من چیم؟ اینجا کجاست؟ خب و میگه که خب من بدن این مورفینه رو داره از بیرون تزریق یعنی داره دریافت میکنه دیگه داخل بدن دیگه. خب میگه من برای چی باید به صورت طبیعی اینو ترشح بکنم؟ سر همین میشه که خیلی از کسایی که اعتیاد دارن و ما دیدیم، حالا دوستان آشنایان، زمان ترک به شدت درد زیادی رو تحمل میکنن. یعنی اینایی که تو فیلم ها میبینید طرف بدنشو میگیره، خودشو میگیره و درد رو در واقع داره لمس میکنه، این به خاطر اینه که بدنش اون مورفین طبیعیه رو ترشح نمیکنه. و این اتفاقیه که برای در واقع بدن یک معتاد میفته. ما این هفته چیکار داریم آریا؟ این هفته کمپین تبلیغاتی رو میخوام ادامه بدیم. خب یه سری محصولات داریم اضافه میکنیم به فروشگاه. حتما بیاین فروشگاه چک کنین، محصولات خیلی با کیفیتیه، ارگانیکه و خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که تغذیه سالمتری داشته باشید داشته باشید و استفاده کنید دیگه. عسل و یه سری چیزای اینجوری اضافه کردیم. یه سری دمنوش داریم اضافه میکنیم، عسل اضافه کردیم، احتمالاً با کیفیت. یه سری قهوه، بله، یه سری ژل رویال داره، جینسینگ داره، چیزای مختلف داخلش هست و کیفیت خیلی بالایی داره. یه سری حالا قهوه و اسپرسو و اینا داریم اضافه میکنیم و دمنوش ها. خیلی هم عالی. همچنان توصیه میکنیم که اپلیکیشن ماینکس بادی رو دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید و طی این پادکست هایی که براتون در واقع ضبط کردیم و بارها گفتیم برای خودتون یک سبک زندگی بسازید. صحبتی نداری؟ داره شب میشه دیگه فکر کنم حرفی نیستش، داره تاریک میشه. الان تاریک میشه، راه خروج ما گم میکنه. خسته نباشی. سلامت باشی. واقعا خسته شدم. واقعا خسته شدم دیگه. خسته نباشی. خیلی ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردید. سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت یادتون نره حتما. و اینکه چنل آشپزی در طبیعتمون هم به زودی ران میشه و اونجا هم میتونید کلی لذت ببرید. توی همین فضاهایی که میبینیم ما در بک‌گراندمون داریم، حالا اون ورتر و یه خورده جای مختلف بکر رفتیم براتون یه سری ویدیوهای جذاب آشپزی تهیه کردیم. امیدواریم که لذت ببرید و ازش استفاده بکنید. مراقب زیباییاتون باشید. خداحافظ.